تو بازار نقل و انتقالات چه خبره؟ این نقل و انتقالات زمستونی پر از سورپرایز و آخرین اخبارش واقعا باور نکردنیه. بعد از مصونیت دنی کارواخال گفته میشه رئال مادرید به شدت دنبال جذب ستاره لیورپول الکساندر آرنولد هست. اما نکته جالب اینجاست لیورپول پیشنهاد 20 میلیون یورویی مادرید رو رد کرده و گفته این مبلغ برای بازیکن کلیدیشه خیلی کمه. از طرف دیگه محمد صلاح همه رو غافلگیر کرده و اعلام کرده این فصل آخرین فصلش با لیورپوله. اما جذابتر از این شایعاتی هست که پی اس جی بهش پیشنهاد حیرت انگیز 500,000 یورویی در هر هفته رو داده. ولی صبر کنید، داستان هنوز ادامه داره. منچستر یونایتد دنبال خریدن دنی اولمو و ویکتور است، در حالی که گفته میشه منچستر سیتی موسیالا رو به عنوان جک گریلیش هدف گرفته و بزرگترین شایعه شنیده حاکی از اینه که رونالدو ممکنه دوباره به اروپا برگرده و حتی بحث‌هایی درباره انتقالش به منچستر سیتی مطرح شده. به نظرتون رونالدو به اروپا برمیگرده یا نه؟ راستی دوستان اگه فوتبالی هستید کانال ما رو ساب کنید.